گفتگوهای مرزی قرقیزستان با تاجیکستان جانک شده است. آلمان عبدالله شمس‌الدین را استرداد کرد. وزیر داخلی اوکراین همراه با معاونانش در سقوط چرخبال کشته شد. گفتگوهای مرزی قرقیزستان با تاجیکستان در سال 2023 نیز ادامه می‌کنند. در این باره وزیر کارهای خارجه قرقیزستان ژینبک کولوبوف خبر داد. به اطلاع وزیر، سال 2022 در مناسبت‌های دو کشور سال سخت بود. کولوبوف گفت دوره سختی مناسبت‌ها با تاجیکستان بود. حادثه‌های سپتامبری بعد آن گفتگوهای پوشیده طول کشیدند. عین زمان وضع کمی سبکتر شد. همدیگر فهمی از جانب تاجیکستان هست، از جانب ما هست که به هر حال باید گفتگوهای مرزی به پایان رسانیده شوند. وی همچنین علاوه کرد که گفتگوهای مرزی با تاجیکستان سرعتی بیشتر گرفتند. مرز مشترک دو کشور 972 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن 682 کیلومتر معین و 290 کیلومتر دیگر بحث باقی مانده است. در رابطه با بحثی بودن مرز مشترک میان ساکنان نزد مرزی دو کشور و سرحدبانان دو طرف نزاع صورت میگیرد. یکی از کلانترین نزاع‌ها در مرز دو کشور روزهای 14-17 سپتامبر سال 2022 رخ داد. عبدالله شمس‌الدین 32 ساله پسر فعال سیاسی و عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمس‌الدین سعیدов از طرف پلیس آلمان به تاجیکستان استرداد شد. با احتمال زیاد او را به سمت استانبول با هواپیما فرستادند و ساعت 18 بیگاه از آنجا به دوشنبه میبرند. در تاجیکستان به او خطر شکنجه و زندان تهدید میکند. شمس‌الدین سعیدov پدر عبدالله به پیام گفت که پسرش زنگ زده خبر داده است که پلیس او را به فرودگاه میبرد و از آنجا به استانبول سپس به دوشنبه پرواز خواهد کرد. ظاهراً پلیس از خط پرواز او را آگاه کرده است. با گفته سعیدov بعد این تماس پسرش دیگر دستنورس است و هنوز دقیق نیست در کجاست. میانه ماه گذشته هم پلیس آلمان او را برای استرداد به فرودگاه برده بود، اما سرحدبانان اجازه عبور سرحد را ندادند. شمس‌الدین سعیدov میگوید گمان میکنم که این دفعه پلیس حجت‌های استرداد را درست کرده است تا دیگر سرحدبانان مانع استرداد عبدالله نشوند. یادآور میشیم که چند روز پس از بازداشت عبدالله، گروه از شهروندان آلمان که گفته می شود همکاران و دوستان عبدالله شمس‌الدین هستند، با طلب منع استرداد او به تاجیکستان تظاهرات کردند. آنها با بلند کردن شعارهای دستنویس از مقامات آلمان طلب کردند که از استرداد عبدالله به تاجیکستان خودداری کنند. بین اعتراضگران کارفرمای عبدالله هم حضور داشت که در شعار برداشته‌اش نوشته شده بود بهترین کارگری ما را به قصابخانه یعنی به تاجیکستان نفرستید. عبدالله صاحب 3 فرزند است و همراه با خانواده در آلمان کار و زندگی میکرد. سبب استرداد او کمبود در حجت‌های اقامتیش گفته می شود. در نتیجه سقوط چرخبال در شهر برووری حموه کیف، وزیر امور داخلی اوکراین دنیس مناستیرسکی، معاون او یوگنی ینین و سخنگوی این وزارت یوری لوبکوویچ جان باختند. چرخبال بین یک خانه استقامتی و باغچه بچگانه سقوط کرده است که در نتیجه مردم آسایشته نیز که بینشان کودکان هم هستند جان باختند. در نتیجه صدمه در بنای استقامتی و باغچه کودکان سوختار به عمل آمده است. گفته می شود وزیر همراه تیمش به سمت یکی از نقطه‌های داغ جنگ در پرواز بود. سبب سقوط هواپیما را وزارت داخلی اوکراین اشتباه خلبان گفته است. چرخبال در بلندی بسیار پایین پرواز می‌کرد که بنابر مه به بام خانه برخورده و به زمین زده است. شمار کشته شدگان تا این دم به 19 نفر رسیده است. حداقل 22 نفر جراحت برداشته و 10 نفر به بیمارخانه انتقال داده شدند. مقامات اوکراین از تأسیس کمیسیون برای تفتیش سبب‌های فاجعه خبر دادند.